سلام. امروز میخوام در ارتباط با ایمارکت و جایگاه اینترنت ایران در دنیا براتون یک مطلب بسیار مهمی رو عنوان کنم. از 42 میلیون کاربر ایران که کاربر ایرانی که وجود داره، تقریبا چیزی حدود 53% از جمعیت ایران میشه گفتش که کاربر اینترنت هستن، که به نسبت منطقه خاورمیانه که ما بخوایم حساب کنیم از چیزی حدود 90 میلیون کاربر اینترنت در 14 کشوری که در منطقه وجود داره، ایران جایگاه اول رو از نظر تعداد کاربران داره که این یک موقعیت و یک پتانسیل بسیار خوبی هستش برای وارد شدن به حوزه ایمارکت و تجارت الکترونیک از این بستر. متاسفانه در خصوص این مورد ما آمار و اطلاعات دقیقی در حوزه تجارت الکترونیک و بخش ارزآوری و کارآفرینی در این خصوص ما نداریم. یعنی عمده کاربرانی رو که 42 میلیون کاربری رو که ایران دارن، مصارف اینترنتشون مصارف متفرقه است، هیچ مصارف تجاریشون اینقدر آمار قابل توجهی نیستش که در سازمان‌هایی که متولی این مسئله هستن بتونن این رو گزارش بدن. سه موردی که در ارتباط با این مسئله من میتونم عنوان کنم به صورت تیتروار در خصوص راه یافتن به بازار جهانی با توجه به تعداد کاربر و ذکر این مسئله هم من خدمتتون عرض کنم که در 20 کشور پرمصرف و 20 کشور اول دنیا در تقریبا 186 کشوری که وجود داره به اصطلاح یوزر اینترنت هستن، ایران جزو 20 کشوری هستن که از نظر تعداد کاربران بسیار در واقع میشه گفتش که سهم عمده رو داره. یعنی بین 20 کشور باز جایگاهش 13 هستش، یعنی جزو 20 تاپ برتر دنیا هستش. سه محور رو به نظر من لازم داره که بتونیم وارد این حوزه بشیم و از این حوزه تو بخش تولید ثروت ملی یا همون بحث GDP به صورت حرفه‌ای بتونیم وارد بشیم. یک بخشی رو که ما داریم بخش شناخت اقشار عمومی در ارتباط با استفاده از بحث مارکت در این حوزه هستش که چه سودی رو داره، چقدر میتونه این باعث ارزش افزوده بشه و باعث اشتغال بشه. بحث دومی رو که بخوایم واردش بشیم بحث شناخت، بحث آموزش و مهارت ها است و افراد متخصص در این زمینه. ما واقعا متخصص در ارتباط با این مارکت بحث تجارت الکترونیک در کشور بسیار محدود داریم. یعنی باید جوری باشه که هر سازمان همونطور که معاونت های تخصصی داره و قسمت های تخصصی داره، یک قسمت تخصصیش اختصاصا به حوزه تجارت الکترونیک این مارکتش باشه برای بازار داخلی و بازار خارجیش. و بخش سوم این رو که به نظر من دیگه از همه خیلی از تمام مواردی که عنوان کردم مهمتر هستش، بحث تخصصی کردن و تارگت گرفتن بازار هدف محصولات و کالاها و خدمات ایران، چه از نظر صدور تکنولوژی، صدور دانش و صدور بخش مواد معدنی، اقتصاد بدون نفت منظورم هستش، برای بازاریابی جهانی با توجه به منطقه رو وجود و منطقه کشش هایی که از نظر تقاضا در جهان وجود داره به راحتی از این بستر قابل استفاده است. توصیه بنده این هستش که در ارتباط با این موضوع دوستان عزیزانی که علاقه‌مند هستند، به خصوص اونهایی که متخصصن الان بیکار هستن، مهارت‌های تجارت الکترونیک رو یاد بگیرن و بتونن به صورت حرفه‌ای وارد این حوزه بشن و این آموزش‌ها به صورت تخصصی طبق استانداردهای روز دنیا این توانایی رو ما داریم که بتونیم این رو در سطح عالی این انتقال دانایی و انتقال دانش رو به عزیزان انجام بدیم. عرضی ندارم، منتظر ویدیوهای بعدی بنده باشید. خداحافظ.